یک فایز ترسیده وای کردم من گفتم اون از سیستم پیشنهاد کن اونا تصادفی شخص هست یا مذهب دارا یا خیشتوار اونا از سیستم اچسلت کنده کن بگذار 1000 کس از 1,500 کم شود و متقاعد آینده با وای میشود من یک بچه یک پسر نواری بود اصلا پاتریوت من گرچنده که سالی وای بود медбрат بود اصلا من نر گوش کردم گریه کردم میگوید که گوش کردیتون کدام بود اولی وایده این نامردا برای چی میگریزی میپرتوین وقتی ننگ ناموس آمده است برای چی مردم وای میکنید یک موی سفید آمده است من پنسیونر آمده در اینجا برشته اینا آمده با جای وای کردن شما وظیفه و کاراتون پرتوتین رفتین در خانهاتون هر با اون قطعی در دیگر جا وای کرده ایستادین من پیشنهاد کرده بودم که اینا کسا مکافات دولتی را پیشنهاد کنده کن اینجا بیا رنگ روز سوز است کو اونجا بفکریم که چند هفته در همونجا بودی روات هم نشد سوز چند سال شد کار بکنی 7 سال تجربه 7 سال تجربه کاری من 7 سال تشکر زیاد گرچند یک چیزی عادی وای بودی کرده لیکن ننگ ناموس داشتگی متخصص بسیار وای بود ضربه جانکا بله سلامت باشی موفقیت کجا را ختم کردی کالج طبی جمهوری شهر دوشنبه را کالج جمهوری دوشنبه بعد نخوندی چی در دانشگاه طبی ده تولد چند است چند رفته ای 31 دم اولادار هستی شکرانه خدا صاحب یک فرزند یک فرزند شهر دوشنبه ده شهر دوشنبه ده شهر دوشنبه کوارتیر ده زندگی میکنی سبب همین بود که جای زیستی برای یعنی برقرار کردن کسری زدیم پدرم در جنگ شهروندی گذشته گردم کردن جناب بود جای زیستی دائمی نداشتم سال 2011 که خط کردم تا سال 2014 در فدراسیون روسیه برای جای زیستی دائمی چی کردن مادرم در خانه خیش توا بود دادن خانه خیش خیلی خانه هر کس زبون جناب رولی گفتم مادر من نظم بیارم دادر من نظم بیارم فدراسیون روسیه رفت بگه کار کنیم بیام یادم سویتی زمین بگیرم مادر من نظم بیارم جناب رولی زحمت کشیم خیلی شکرانه خدا خوزی انا خونه تری نمیخواه همون برگ میگن هم تری داره محترم جناب رولی عذاب و باران شکرانه خدا خیلی دانشگاه طبی در تحصیل نکردی حاضر وای کنیم سپارشیم امکانیت روزانه خواندن داری دارم جناب روزانه رکتر این همه باید آشنای مارد وای میکنی داخل میشود وزیر یک جاده медбрат وایش میکنی کارگر معاش گیره گوداکوشه اسدالله رحمان نوشته گیرین من بینم که چی دارم برای کوارتیر خدمتچیانی دولتی ما یک دو خانه میشه تا برای نام نویس بید برای خان هم کار کن هم زندگی تا پیش بر با من نظارت میکنم اسدالله رحمان سلام باشی این پاتریوتو یک وای جستی خودشان قاطی هزارها نفر از خفای خودشان میبرند یعنی هزارها نفر به ناموس میارند السلام علیکم همکسبان و طبیبان مشفق و مهربان راستی همین قدم شما باشد همین قدم شما را من بوسه کنم هزار رحمت به طبیبان در این روزی سختی در این روزی وزبینی همراه خلق هستند همین پای شما بالای سر ما هزار رحمت به دکتران وحدت دکتران حصار طبیبان استقلال طبیبان یکم سویتسکی طبیبان
کلاب شهر طالبان تمام جمهوری، کسانی که امروز با خلق همراه هستند، در کمک خلق هستند، هزار رحمت به شما و به آن طبیبانی که امروز خلق به آنها محتاجند، با بانه‌های گریختند. امروز روزی سختی در همراه خلق نیستند، گریختند، با بهانه‌های در هر یک کنج بجا شدن. باور که من شرم می آید. در روزهای تینجی این خلق برای شما در کار بود، برای شما این خلق در کار بود. امروز روزی سختی آمده، خلق شما هر جا گریختین رفتین. این عیب نیست، این شرم نیست. با کدام وجدان امروز خلق با این فرمای ما احتیاج دارد نکتت گرفته در کیم جا بجایی؟ برای چی نمیستی امروز بیای در قطار ما بستی به این خلق کمک کنی؟ برای چی؟ او کندک سینه میزدی، او کجاشی؟ نه تنها در بیمارخانه ما، در بگوش ما میرسد که در تمام بیمارخانه ها بعضی نفرها ترسیده گریختن. این کاری طبیب نیست. دکتر امرخلوف ممکن است اجابه اینا فلشه موسفید نفقخر 4 شبونه روزی پیش نبیره ها فرزنده خونه نرفته. نفقخر این عیب نیست که دکتران جوان از کار میترسن. این عیب نیست. روزادار است، روزادار. ایمونیتت میگه پس باشه میگریزن. ایمونیتت این سفید پس نیسته. امروز در بر ما جوانان این سفید چخته. 4 شبانه روز، در 4 شبانه روز 8 ساعت خواب کرده. در 96 ساعت کاری 8 ساعت خواب کرده. 8 ساعت 88 ساعت دیگر همین آدم چه به خلق ملت خدمت کرده. چه خیلی جوان مردم اوخ دیگر چی بگو من نکنم. همین دکتر همین کسکل همین اچکی تر بکش، همین مردم قهرمان خیلی چه ببینم رنگ دیگرها بزیلوری نگریزم. بکش نکنم. بکش. این مصفد نفقخر اینه. امروز نفقخر کار کسه جوانا ای کار گریختن. جوانا اینا مرحمت اینا نفقخر. دکتر خالد ما در خلق خدمت میکنیم. انشاءالله با خواهش الله همه سختی ها همه چیز رو میرویم. ما باور داریم که دیگه طبعا همچون که من به خلق خدمت میکنم. ما در خدمت خلق. سلامت باشی. من شما را بگردم رحمت کلام. با یک چی گویم آخی؟ این در امقل پدر بابای ما میشه و امروز چه به خلق خدمت کرده سی بعض نامردا ای کار گریختن. تو میای روزی دیگر همه تینجی میشه و انشاءالله همه تینجی میشه. تو روزی دیگر میای من تو سوال میتونم در این روزی سختی تو در کجا بودی؟ با کدام روح بروی من نگاه میکنی؟ چی جواب میگوی؟ چی جواب میگوی؟ من گریختم. این برای طبیب عیب است. مردم تاجیکستان گفتنیم که من روز اول در خدمت شما بودم و دیگران بودن. امروز بعض طبیب های ما خدمتی صافدلانه کردن. امروز در بستر بیماری هستن بعضیشان و آنها شفای کامل، شفای عاجل میگم. رحمت به آن طبیبایی که امروز خیلی با طبیب بلند در بسترش لگن. هزار رحمت برای خدمت های شما. این سخن های ما به شما سخت نرسه، به شما تماما
алоқамандӣ надорад, он ба онҳои алоқамандӣ дорад ки онҳо худашон медонанд. аз халқ илтимосон мекунем, хоҳиш мекунем ки дар ҷоҳои ҷамъиятӣ ниқоб банданд, бениқоб нагарданд. илтимос мекунем. худо нигаҳбонатон. мо бо шумоем. ҳар қадаре ки метонем аз зурмон мераса ба шумо хизмат мекунем. раҳмати калом. худо нигаҳбонтон. мо шуморо дӯст медорем мардум. мо шуморо дӯст медорем. мо ҳам падар дорем, модар дорем, мо ҳам фарзанд дорем. мо шуморо ба монанди падару модар, ба монанди фарзанд ман ҳамин хел медонам. ман дигаронро ҳамин хел медонам. худо нигаҳбонтон.